خودم وبینار رو ضبط میکنم. خب داشتم این مورد رو، نکته اول رو میگفتم. من اول باید بدونم که صفحه‌ام چیه و چه کلمه کلیدی رو میخوام لینک بدم. وقتی که من بدونم چه صفحه‌ای رو قرار لینک بدم، کارم راحت تر میشه. حالا چه صفحه‌ای رو من باید انتخاب بکنم؟ من از توی سرچ کنسولم باید برم ببینم که کدوم صفحه من ایمپرشن بالا داره و کلیک پایینی داره. وقتی که ایمپرشن بالا باشه و کلیک پایین باشه، به منزله اینه که من رتبه هام پایینه. مثلا رتبه های 7 8 دارم، میتونم با اون کلماتی که رتبه های پایین دارم بکلینک بزنم و خب طبیعتا بیام بالا. خیلی خوبه. سعی کنید اون کیورد هایی که مثلا پوزیشن شما بین 4 5 تا 15 هست رو انتخاب بکنید. نه یک کیوردی که اصلا باش رتبه ندارید رو انتخاب بکنید. خب حواستون به این نکته باشه. حالا در ادامه مواردی که گفته میشه، بچه لطفاً اینو نگید بگید خب آقا ما چرا این نکته رو میگید، چرا اون نکته رو میگید. اینجا هدف اینه که من رپورتاج رو میخوام برم که وبسایتم رتبه بگیره. هدف برندسازی، آگاهی از برند یا همون برند اورنس نیست. اینجا هدف بیانیه که من بخوام تو یک سری سایت ها مثل وبسایت رونیکس که پدر معنویشون فوت کرده بود، توی همه سایت ها رپورتاج رفته بودن. هدف من اینجور بیانیه ها نیست، صرفا اینه که من بتونم از طریق رپورتاجم رتبه بگیرم. پس من باید بدونم کدوم صفحه‌ام و با چه کلمه‌ای قراره لینک بدم. خب اینو که عرض کردم خدمتتون، صفحه‌ای رو انتخاب میکنم که ایمپرشن بالا داره و خب کلیک های کمی داره. بعد میبینم که با کدوم موارد، با کدوم کیورد ها پوزیشن پایینی داره، همونها رو کار میکنم. بهتر پوزیشن کیورد هایی رو انتخاب بکنم که پوزیشنشون مثلا بین 4 و 5 تا 14 15 هست. خب این از این. مورد بعد، من باید موضوعاتی رو باهاش رپورتاج برم. یعنی یک رپورتاج که میخوام برم، یک موضوع رو انتخاب بکنم که اورگرین باشه، یعنی همیشه سبز باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه اون موضوع همیشه سرچ بشه. ببینید برای مثال امکان داره که یک موضوعی مثل آتش سوزی ساختمان پلاسکو این دیگه سرچ نمیشه، یا انتخابات مثلا 2024 آمریکا این دیگه سرچ نمیشه. یک سری موضوعات رو انتخاب نکنید که هیچ وقت سرچ نشوند. یک سری موضوعات رو انتخاب بکنید که همیشه سرچ میشن. برای مثال آقا بیوگرافی پرویز پرستویی همیشه سرچ میشه، آموزش سئو همیشه سرچ میشه، هوش مصنوعی همیشه سرچ میشه. خب یه حوزه رو برای مثال من میخوام انتخاب بکنم. من فکر میکنم توی مثلا حوزه قهوه میخوام یک رپورتاج انتخاب بکنم که چجوری من میخوام با کلمه خرید قهوه مثلا بیام بالا. خب صفحه خودم مثلا صفحه اصلیمه یا کاتگوری هرچی، باید یک موضوع براش پیدا بکنم. پس مورد بعدی که باید مد نظرم باشه اینه که من یک موضوع همیشه سبز پیدا بکنم. موضوعی که میخوام باهاش رپورتاج برم همیشه سبز باشه، یعنی همیشه اون موضوع توی گوگل سرچ بشه. برای مثال تفاوت قهوه عربیکا و روبوستا همیشه سرچ میشه. همیشه یک سری افراد هستن که این آگاهی رو نداشته باشن که این قهوه چه تفاوتی دارن. خب چون این موضوع سرچ میشه، من بهتره با این کار انجام بدم. به چه دلیل؟ چون اگه که رپورتاج من رتبه بگیره بیاد بالا، 1% رتبه بگیره بیاد بالا، همیشه اون بالا هست و همیشه کلیک میخوره. یه مثال براتون بزنم. من برای یک وبسایتی اونم رپورتاج رفتم. وبسایت صنعتی بود و خب خیلی دست ما رو میبست. مثلا راهنمای خرید سرو موتور بود. خب اومدم با این موضوع ما رپورتاج رفتیم و الان اون رپورتاج لینک 10 هست. خود رپورتاج الان از شهریور ماه 5 ماه 6 ماه که بالا هست. یه همچین موضوعی که امکان داره روش کلیک بشه و روی لینک های شما هم کلیک بشه. پس ما موضوعات رو انتخاب میکنیم که همیشه سبز باشه. این از اینجا ما رسیدیم به چی؟ به این که ما چه موضوعی رو باید انتخاب بکنیم. خب من همه سوال‌ها رو آخر بار پاسخ میدم. هر سوالی بود که تا هر زمان که تمایل داشته باشید من در خدمت شما هستم. مورد بعد، آقای صفوی توی چه سایت های ما رپورتاج بریم؟ آقا خواهشاً اینجا بحث قیمت رو بذارید کنار. ما میخوایم یک رسانه خوب پیدا بکنیم. امکان داره اون رسانه‌ای که ما میتونیم توش رپورتاج بریم 500,000 تومان باشه، اما ارزشش 5 میلیون باشه. ارزشش از یک رسانه 3-4 میلیونی خیلی بیشتر باشه.
خب این از این. توی تریبون من میام از قسمت فراوانی رپورتاج یا از قسمت ویژگی های رسانه اون حوزه مد نظر خودم رو انتخاب میکنم. گفتم میخوام برای مثلا وبسایت قهوه بیام رپورتاج برم. خب قهوه که مواد غذایی دیگه، میتونه موضوعات مرتبطش چی باشه توی این فراوانی رپورتاج؟ مثلا توی خانه و آشپزخانه امکان داره باشه. حالا من زیر مجموعه های خانه آشپزخونه رو بیارم، لوازم خانه خب اینجا نیست، بعد بیام توی امیدوارم که غذا و اینها رو مثلا داشته باشه که خب اینجا نداره، پزشکی، ورزش، موضوعات حساس و اینها. مثلا من میتونم توی حالا موضوعات سبک زندگی و اینطور موارد هم بیام اون موضوع خودم رو منتشر بکنم. اگه اینجا من موضوع خودم رو نتونستم پیدا بکنم، سایت های مرتبط با موضوع خودم و وبسایت خودم رو پیدا بکنم، میام توی ویژگی های رسانه از حوزه تخصصی فعالیت، از اینجا من مثلا میام پیدا میکنم. ببینید الان اینجا هم بحث غذا، مواد غذایی نیست. خب من موضوع کشاورزی رو میتونم انتخاب بکنم، موضوع سلامت و زیبایی و مثلا موضوع سرگرمی. اما اون فیلتر قبلی رو من میرم اینجا غیر فعالش میکنم، اینو من غیر فعال میکنم. پس مورد بعدیمون چی میشه؟ مورد شماره 3 ما چی میشه؟ سایت هایی در اولویت هستن که با موضوع سایت ما مرتبط باشن. آقا من یه سایتی زدم هیچ چیزی مرتبط باهاش نیست، برم سراغ چه سایت هایی؟ اگه واقعا هیچی با سایت شما مرتبط نبود، بهتره برید سراغ سایت های خبری، همه چی توشون داره منتشر میشه، خیلی گزینه خوبی هست. من این فایل رو هم به همراه وبینار برای شما ارسال میکنم. خب میتونید این نکات رو خودتون یادداشت بکنید، اما من تمام این موارد رو براتون ارسال میکنم و انتهای وبینار هم اگه بشه من توی قسمت چت این رو برای شما آپلود میکنم. خب من الان اینجا اومدم یک سری وبسایت ها رو پیدا کردم که میتونم توی اونها رپورتاج برم، امکان داره با موضوع من مرتبط باشه. خب این از این. حالا فیلتر بعدی که باید اعمال بکنم چیه؟ ببینید یکی از حالا ویژگی هایی که مثلا تریبون داره اینه که من باید بتونم رپورتاجم رو توی اون دسته‌بندی مرتبط خودش منتشر بکنم. تو دسته‌بندی مرتبط خودش یعنی چی؟ میام این ویژگی های رسانه رو با این طرح محل انتشار رو میزنم، میگم که من میخوام توی مثلا دسته‌بندی مقاله منتشر بشه یا دسته‌بندی مرتبط با رپورتاج. یعنی چی؟ میره توی دسته‌بندی، مثلا من گفتم میخوام بگم تفاوت قهوه عربیکا و روبوستا، اینو میبره توی دسته‌بندی مثلا مواد غذاییش منتشر میکنه. آقا نه یه تیک دسته‌بندی بازار رو بزنید. ببینید گوگل اومد یه موردی گفت توی خط مشی‌هاش، توی اون خدمات پالیسیش اومد مثلا یه آدرس بود به نام coupons.forbes.com. مجله فوربس خب مجله معروفه، گفت که کلا اومد بخش کوپونز رو حذف کرد از گوگل. گفت که همش اونجا اومدید دارید بکلینک میدید، چه خبره؟ یعنی آقا اگه یک صفحه‌ای ببینه توش مطلب داره منتشر میشه، هی شما از اون مطالب فقط دارید لینک خارجی میدید، ایگنور میکنه، نادیده میگیره، ایندکس میکنه مطالب رو، اما قدرت رو منتقل نمیکنه. پس بهتره مطلب من بره توی اون دسته‌بندی خودش منتشر بشه. خب آقا اینجا من 3 تا فیلتر انتخاب کرده بودم، یکم کمترش بکنم، سلامت زیبایی و سرگرمی رو برمیدارم، فعلا همین کشاورزیه باشه. حالا مثلا اینجا 3 تا سایت به من داره میگه: ارغوان نهال، سرو طلایی، گل تازه. خب آقای صفوی اینجا میخوای 35 تا 40 تا هر چی مورد تو چک لیست به ما بدید، ما 4 تاش رو رعایت نکنیم اتفاقی میفته؟ آقا هیچ اتفاقی نمیفته، هیچ اتفاقی نمیفته، اما بهتره که رعایت بشه. چرا؟ چون آقا اینا رو رعایت بکنید امکان داره که اون تاثیر رپورتاژتون بیشتر بشه. یه چیزی که دیدید همه سوکارها میگن آقا بکلینک ها رو طبیعی بزن. آقا آب میوه که نیست یا گل که نیست طبیعی و غیر مصنوعی داشته باشه، اما بهتر بر اساس دستورالعمل هایی که بر اساس بیانیه های گوگل ما این کار رو انجام بدیم. گوگل میگه بکلینک چیه؟ گوگل اومده گفته آقا بکلینک یعنی این که اینقدر تو خوب کار بکنی، یه سایتی حال بکنه و مطلب تو بیاد بکلینک بده. خب
پس من وقتی که بیام توی یک وبسایتی رپورتاج منتشر بکنم که توی دسته‌بندی رپورتاژهاش منتشر بشه، یعنی اون سایت حال کرده به من بکلینک بده. خب قطعا اینجوری نیست من رفتم پول دادم. خب یه لحظه این رو چک بکنم. خب این از مورد شماره 3. خب پس مورد شماره 4 ما میشه رپورتاج توی دسته‌بندی مرتبط منتشر بشه، یا آقا حداقل توی دسته‌بندی بلاگ، یا حداقل توی بخش بلاگ مثلا یا بخش مقالات منتشر بشه. خب بریم مورد 5. اینجا ببینید دوباره یه گزینه دیگه هم داره، دسته‌بندی مقالات. حالا دسته‌بندی اخبار و سایر و اینها هم مثلا میتونه باشه. من حوزه قهوه رو اومدم انتخاب کردم، یه حوزه‌ای که اصلا وبسایت تخصصی نیست که بیاد به ما رپورتاج بده دیگه، باید با همینا بریم جلو. مورد بعدی ما تگ تبلیغاتی رو غیر فعال میکنیم. خب من میام توی ویژگی های رپورتاج، بذارید بیام تو خدمات ویژه بدون تگ تبلیغاتی. امیدوارم این دوتا سایت موند. آقا تگ تبلیغاتی چیه؟ دیدید توی زومیت یک سری محتواها منتشر میشه میگه این مطلب صرفا جنبه تبلیغاتی داره، ما تایید یا ردش نمیکنیم. آقا گاگل که نیست، میفهمه. از کجا میفهمه آقا صفحه این رپورتاج؟ خب میبینه همه مثلا رپورتاج های زومیت اومده لینک خارجی داده، تو همشون هم اومده این مطلب رو نوشته، زبان فارسی رو میفهمه آقا این مطلب رو ما گردن نمیگیریم، تبلیغه. پس بهتره من بیام تیک بدون تگ تبلیغات رو بزنم. خب حواستون به این بگم به تیک بدون تگ تبلیغات باشه. خب بریم سراغ مورد بعدی، مورد شماره 6. آقا اینجا من الان 2 تا رپورتاج برام اومد، یکی رو باز میکنم، مثلا ارغوان نهال رو من میام باز میکنم. موردهایی که باید حالا بررسی بکنم چیه؟ میام پایین رپورتاج های قبلیش رو ببینم داره، بله اینجا داره. چگونه؟ یکی رو باز میکنم، مثلا یکی رو اینجا باز میکنم، حتما رپورتاج های قبلیش رو چک میکنم که آیا اینها ایندکس شده ان یا خیر. پس مورد بعدی چی میشه؟ ایندکس بودن رپورتاج های قبلیه. حتما رپورتاج های قبلیش ایندکس شده باشه. جلوتر میگم دلیلش چیه. آقا اون رپورتاج و اون مطلبی که ایندکس نشه بکلینکاش به درد جرز لای دیوارم نمیخوره. خب چجوری چک میکنم؟ میام قبل از آدرس سایت 2 نقطه رو میزنم، سایت 2 نقطه. ببینید فرمولش مثلا اینجوری میشه. من اینجا بیام بذارم یه همچین چیزی میشه، میزنم اون. حالا به جای مثلا این 20 باید اون لینک رپورتاج رو بذارید دیگه، به جای این تیکه باید شما لینک رپورتاج رو بذارید و ایندکس رو میزنم. خب رپورتاج منتشر شده، دمش گرم. اما یه وقتایی هست میبینید ایندکس نشده، چیکار میکنید؟ میرید رپورتاج قبلیش رو بررسی میکنید، مثلا اون یکی رو بررسی میکنید. چرا؟ چون آقا امکان داره این رپورتاج همین نیم ساعت پیش یا دیروز منتشر شده. این وبسایت هم اونقدری چی نداره که بلافاصله مثلا بیاد محتوای شما رو ایندکس بکنه. خب این از حتما پس ایندکس بودن اون رو بررسی میکنم. مورد بعدی، این سایتی که حالا من این فیلترها رو داره رد میکنه و مورد قبول من هست، باید یک وبسایت فعال باشه. یعنی چی؟ یعنی من میرم توی صفحه اصلیش ببینم آقا درست فعالیت میکنه یا خیر، یا فقط یه وبسایته که بیاد رپورتاج منتشر بکنه. چون بعضی از این سایت ها هستن، خب بعضی از این سایت ها هستن فقط اینها من رپورتاج منتشر میکنن. براتون مثال بزنم، یک سری سایت ها رو میگم تو رپورتاج نرید. گرگ بورس رو من اینجا براتون بیارم، گرگ بورس. خب یک مجموعه به نام هوکسو، خب این پایین اسمش هست هوکسو، اومده یک سری سایت ها رو راه اندازی کرده. 200 تا سایت تو تریبون هست، همشون همین شکلی هست، همشون یک بنر آبی، هیچی هم ندارن. این وبسایت ها به درد جرز لای دیوارم نمیخوره، قیمتش هم 100 تومن 200 تومن. اصلا تو اینها رپورتاج نمیرید، اصلا. سایت فعاله خب، اما تمام اینها رو مطالب رو که شما میید اینجا باز میکنید میبینید که همه اینها رپورتاجه، اصلا سایت خودش هیچ مطلبی منتشر نمیکنه. فقط ببینید اینجا همش اومده بکلینک های سایت بار داده، تمام این موارد هم رپورتاجه.
نحوه خرید تتر اینجا، این یه اولین رپورتاش. بعدیش اخذ نمایندگی فست فود، دوباره رپورتاش. من چند تا از این سایت ها رو اومدم باز کردم، یعنی اینا رو من داشتم بررسی میکردم، دیدم همه اینها فقط وبسایت های رپورتاژیه. پس ببینید اینجا دوباره اینم رپورتاژ. پس یه مورد خیلی مهمه، اونم اینه که اون وبسایت فعال باشه، علاوه بر اینکه داره رپورتاژ منتشر میکنه مطالب دیگه ای رو هم منتشر بکنه. خبرگزاری ها خوبن یا سایت های تکنولوژی محور خوبن. خب این از این. سایت باید به روز باشه، یعنی مطلب بذاره. خب درسته در کنار رپورتاژ هم یاد مطلب میذاره، اما به روز هم باشه، جدیدن هم مطلب گذاشته باشه. برای مثال من حالا اینو چطوری میتونم چک بکنم؟ اینو میام دوباره قبل از این یک سایت دو نقطه میزنم، یه سایت دو نقطه میزنم، اینجا تمام URL هایی که گوگل ایندکس کرده رو برای من میاره. میام از قسمت ابزارها هر زمانی رو میزنم، روی ماه گذشته میزنم. ببینید خب یک سری صفحه رو من میبینم جدیداً به سایتش اضافه کرده، اینها رو داره ایندکس میکنه. یا مثلا هفته گذشته رو بزنم میبینم بله یک سری موارد اینجا داره منتشر میشه. پس وبسایت به روزه توی هفته گذشته مطلب داره. خب این از این. و حتما هم بررسی میکنم اگه مطلب داره مطالب فقط تبلیغاتی نباشه، یعنی صرفا سایت فقط رپورتاژی نباشه، یه سایت درست درمون باشه من دارم پول میدم. پس مورد شماره 8 اینه که سایت صرفا تبلیغاتی نباشه، یعنی کلا آقا محل انتشار رپورتاج نباشه دیگه. خب این از این. میریم سراغ مورد شماره 9. بچه‌ها از سایت های دست و دلبازی که توی تریبون هست بترسید. یعنی یه وبسایت میاد به شما میگه که اینجا الان ببینید داره به من، این وبسایت ارغوان نهال که داشتم بررسی میکردم، میگه 5 تا لینک فالو بهت میدم، 2 تا لینک نو فالو، 5 تا عکس و حد اکثر 1500 کلمه متن. خوبه. بعضیا اینجوری ان 10 تا لینک فالو به شما میده، 10 تا لینک نو فالو میده، 15 تا عکس میده و 10,000 کلمه میگه محتوا بنویس. خب تگ تبلیغاتی نداری، هرچی دلت بخواد هشتگ و برچسب میتونی بزنی، لینک به چند دامنه میتونی بدی. آقا از این سایت ها بترسید. اینها فقط سایت های رپورتاژی هستن. هیچ سایت عاقلی نمیاد یه مطلب بزنه از تو هر مطلب 10 تا لینک فالو بده، 10 تا لینک نو فالو بده، دوباره مطلب رپورتاژی بعدش همین باشه، 10 تا لینک فالو، 10 تا لینک نو فالو. شما یه رپورتاژ شما اگه چند هزار کلمه آقا میخوای بنویسی، 10,000 کلمه به شما داره محتوا میده. این فقط برای اینه که بفروشه. پس از سایت های دست و دلباز همیشه بترسید. از این سایت ها خیلی هست، مخصوصا چند تا سایت خبری هست که حالا اینو زیر مجموعه یک جایی هستن، صرفا اخبار رو کپی میکنن میذارن و به شما اجازه میدن کلی تو اینها بک لینک بزنید. یعنی توی هر رپورتاژ 16 تا لینک فکر کنم میتونید بدید. خب هر کی تو این آقا این دیگه پدرش در اومد از بس داره بک لینک خارجی میده، من چی قدرت چی رو قراره از این بگیرم؟ خب این از این. پس از سایت های دست و دلباز بترسید. خب خوبه که آقای صفوی لینک فالو بیشتر میگیریم. بله خوبه، شما دارید چند تا وبسایت رو بررسی میکنید، همه این موارد رو مثلا داره، این یه مورد رو نداره، خب توش رپورتاج برید دیگه. اینجا چی میگن؟ مدینه فاضله، مدینه علیه السلام چیزی میگن. قرار نیست ما دیگه حتما اون مدینه فاضله باشه اون سایته، بالاخره سایت هم میخواد پول در بیاره، یک سری آپشنا میده. اما بترسید از اون سایت هایی که خیلی دیگه دست و دل بازن. خب بعضی از سایت ها هستن رپورتاج شما رو تو دسته‌بندی مرتبط منتشر میکنن، همه اینها رو هم داره، اما فقط لینک رپورتاج رو خودتون دارید. یعنی چی؟ یعنی از هیچ طریقی تو سایتش نمیتونید بفهمید که اون رپورتاج کجا داره منتشر میشه، دسترسی به رپورتاج ندارید، دسترسی به اون دسته‌بندی و اون آرشیو ندارید. خب این یعنی چی؟ یعنی وقتی که گوگل میاد میگه من از چند طریق میام صفحات شما رو دیسکاور میکنم، پیدا میکنم یا مجدد کرال میکنم، یکیش لینک داخلیه، یکیش سایت مپه و یکیش بک لینکه، یکیش سایت مپ، یکیش هم حالا خودش دوره‌ای میاد مثلا پیدا میکنه دیگه اینها رو، یکیش هم URL اینسپکشنه. خب من توی یه سایت رپورتاج میرم، اون که نمیاد از طریق URL اینسپکشن بگه این رپورتاج رو بیا ایندکس کن. خب دسترسی آرشیوش هم که بسته، احتمالاً شاید مطالب رو تو سایت مپ هم منتشر نکنه.
خب گوگل از کجا میخواد اینو بیاد ببینه؟ یه وبسایت براتون مثال بزنم، اینجا بود. بذارید من اینجا اینو یه داپلیکیت بگیرم. مثلا یه سایت هست خیلی وبسایت خوبیه، من به عنوان رپورتاژ های لایه 1 میام ازش استفاده میکنم، بهش لینک میدم البته. خب وبسایت سلام ساختمان فکر میکنم هست. خب این وبسایت اگه که شما برنامه ریزی برای لایه 2 دارید، میتونید تو این رپورتاج منتشر بکنید و بهش لینک هم بدید. اینجا علنا اومده گفته آقا این سلام ساختمان، بذارید سایر آرشیو بدون دسترسی، یعنی فقط تو لینک رپورتاج رو داری، این دیگه تو آرشیو منتشر نمیشه. خب آقا یه لینک داخلی به این داده نمیشه. اگه لینک داخلی هم بده، گوگل اون صفحه‌ای که من اومدم لینک داخلی دادم رو دیگه نمیبینه. پس حواسم به اینم باشه رپورتاج من جایی منتشر بشه که من از طریق سایت بتونم پیداش بکنم. خب من به رپورتاجم از طریق لینک های داخلی سایت بتونم دسترسی داشته باشم. آقا بتونم برم توی دسته‌بندیش، بالاخره صفحه 2 3 جایی بتونم برم اینها رو پیدا بکنم. خب بچه تصویر من قطع شده. قفل شده، یعنی بذارید من پس مجدد اسکرینمو دوباره با شما شیر بکنم. اشتراک صفحه گذاری بزنم براتون. من عذرخواهی میکنم این قطعی الان اومد اسکرین من براتون. برق یه منطقه که میره، خب یهو ما مثلا میبینیم اینترنت اوف کرد، بعد خب یه دکل قطع میشه دیگه، یه دکل قطع میشه. من موبینت دارم، ایرانسل، همراه اول، رایتل، همه اینترنت ها قطع میشه. بعد قبل از وبینار یه دردسری داشتیم فایل ها رو آپلود بکنیم، ایوند جواب نمیداد، الوکام جواب نمیداد اصلا اما خب امیدوارم حالا اون انرژی رو بتونم داشته باشم، 2-3 روز درگیر اینم مطالب آماده بکنم. خب الان پس وبسایت هست، الان پس تصویر رو دارید. موردی رو که داشتم میگفتم این بود، گفتم من به رپورتاجم از طریق لینک داخلی های اون سایت، اون رسانه دسترسی داشته باشم. حالا بریم سراغ مورد شماره 11. خب مورد بعدی چیه؟ آقا من اون مطلبی که اون حوزه‌ای که قراره تو اون سایت رپورتاج برم، خب مثلا من میخوام با حوزه قهوه تو این سایت بیام رپورتاج برم، موضوع سایت من چیه؟ قهوه. خب این وبسایت قبلا باید یک محتوایی در این حوزه منتشر کرده باشه. از کجا میتونم بفهمم؟ حالا از این قسمت جستجوش میام آقا قهوه رو میزنم ببینم مطلبی نداره، هیچ چیزی درباره قهوه مثلا ننوشته. خب میام قبلش یه سایت 2 نقطه دوباره میزنم تو گوگل، اینجا دوباره مثلا میام میگم قهوه، ببینم مطلب منتشر شده یا نه. مطلب منتشر نشده. بله خانم اسماعیلی، من مجدد مثال سلام ساختمان رو میزنم. ببینید اینجا توی سلام ساختمان اومده گفته که آرشیو بدون دسترسی، یعنی شما رپورتاج رو منتشر میکنید خب اما هیچ دسترسی بهش ندارید، یعنی فقط لینکش رو خودتون دارید، از طریق سایت من نمیتونید پیداش بکنید، برید توی دسته‌بندی و اونجور جاها مطلب رو پیدا بکنید، بهش اصلا دسترسی ندارید. خب اینجوری نباید باشه دیگه بابا، حداقل 4 نفر مطلب منو ببینن، یک کلیکی بکنن. گوگل دوباره چجوری بره اون مطلب منو پیدا بکنه؟ از طریق لینک داخلی های اون سایت. انگار یک صفحه یتیم میشه. خب صفحه عرفان بهش میگن، عرفان، صفحات یتیم که اینها هیچ لینک داخلی هایی نداره. خب مورد بعدیمون چی بود؟ گفتم که آقا اون سایتی که من قراره توش بیام رپورتاج برم، در خصوص حوزه‌ای که من قراره تو اون رپورتاج برم، حوزه سایت من مطلب داشته باشه. من میخوام با موضوع قهوه رپورتاج برم. الان این سایت نهال ارغوان هیچ مطلبی در حوزه قهوه نداره. خب دو حالت داره، یا من باید یک مطلبی بنویسم ربطش بدم به این موضوعات، به مثلا موضوع نهال که یه جوری مطلب من مرتبط بشه، یا باید رسانم رو عوض بکنم. اما من میتونم بیام اینجا مطلب رو بنویسم، مثلا من میتونم اینجوری بیام بنویسم تفاوت نهال، حالا قهوه فکر می‌کنم درخت باشه،
تفاوت نهال قهوه روبوستا و نهال قهوه عربیکا چیه؟ یا مثلا میام یه همچین مطلبی می نویسم شرایط نگهداری از نهال قهوه مثلا روبوستا. آقا دارم یه مثال میزنم، الان دوستانی که تو کار کشاورزی و نهال و اینها هستن نیام بگن آقا مثلا نهال قهوه نداریم، یک مثاله. من میبینم با خود قهوه چیز اینجا ننوشته، اما در خصوص نهالی که اومده نوشته دیگه، یک جوری مطلبم رو میتونم منتشر بکنم. خب پس بهتر اون سایت با موضوع سایت من مطلب از قبل منتشر کرده باشه حتما. خب با موضوعی که اینجوری بگم که سایت مد نظر با حوزه کاری من قبلا مطلب منتشر کرده باشه. بچه‌ها اینو بهتون بگم، منظور از این که قبلا مطلب منتشر کرده باشه رپورتاج نیست. یعنی کسی که تو اون سایت، منظورم نیست که کسی تو اون سایت رپورتاج رفته باشه. میتونه یه نفر تو اون سایت رپورتاج رفته باشه، خب یه موضوعی هم مرتبط به موضوع من بوده، عالیه. خود سایت مطلب منتشر کرده، یه ویدیوی گذاشته، یه نفر تاپیک زده، یه چیزی بوده، یکی دو تا موضوع داشته باشه دیگه. این از این. حالا مورد بعدی چیه؟ مورد بعدی اینه که اون سایت درسته که باید با حوزه کاری من مطلب منتشر کرده باشه، اما دقیقاً با همون موضوعی که من مطلب منتشر کردم مطلب نداشته باشه. من گفتم که مثلا میخوام بیام با شرایط نگهداری از نهال قهوه مطلب برم. خب میبینم منتشر نکرده. خب این اومده درباره نهال و اینا نوشته، اما با مطلب من مطلبی نداره. یه مثال براتون بزنم. اینجا من سرچ میکنم چی بود؟ جدول استاندارد میلگرد. استاندارد میلگرد رو سرچ میکنم. قبلا اینجا یه سایتی میومد به نام SNN.yar، خبرگزاری دانشجو بود. حالا اینجاست استاندارد میلگرد. خب من میتونم تو این سایت درباره میلگرد مطلب برم، اما حالا اگه بیام همین انواع استاندارد میلگرد رو تو این یه مطلب برم، من میام جایگزین این؟ خیر، ما این کارو کردیم نشده، نیومدیم، نمیاد. پس نرید زیره به کرمون ببرید. اینجا خودش زیره داره، درباره انواع استاندارد میلگرد مطلب نوشته، شما بالا نمیاد یه چیز دیگه رو مثلا بیاید انجام بدید تو حالا همین حوزه استاندارد میلگرد. نمیدونم بیاد جدول وزنی میلگرد رو بنویسید، معادل سازی مثلا وزنهای میلگرد رو بیاید بنویسید، اینها رو بیاید بنویسید با اون موضوع دقیقاً که تو اون سایت منتشر شده. شما چیزی منتشر نکنید. خب حواسم باشه که موضوع رپورتاج من از قبل تو اون سایت نباشه. معمولا این چیزها برای سایت های ارز دیجیتال خیلی اتفاق میفته. خب برای مثال وبسایت اوکی اکسچنج یک صرافی هست، میاد توی زومیت یه مطلب میره، بهترین سایت خرید تتر در ایران. بعد یک صرافی دیگه مثل والکس، اونم میاد دوباره همین موضوع رو میره، بهترین سایت خرید تتر. اگه یکی از قبل اومده باشه بالا، باید شما خیلی تلاش بکنید که بتونی مطلبت رو رتبه بدی بیاد بالا. یعنی اگه رپورتاجت رو رتبه بگیره بیاد بالا، یه رپورتاج مثلا ببینید الان سایت SNN.yar با استاندارد میلگرد اومده صفحه 2، کلمه سختی هم هست. من بخوام مطلب من توی این سایت با استاندارد میلگرد بیاد بالا، کار سختیه، پس این کار رو انجام نمیدم و فاقد ارزشه، چون قبلا اون وبسایت این مطلب رو منتشر کرده. اون سایتی که تو این خبرگزاری دانشجو SNN.yar مطلب رفته، قدرت لینک ها و قدرت اون انکر تکست ها رو گرفته. من دیگه خودم مضحکه نکنم، همون زیره به کرمون نبرم دیگه. این از این. خب مورد بعدی، حتما اینو بیایید بررسی، اینو من اومدم گفتم، حتما بیاید لینک ها رو بررسی بکنید. بعضیا میگن ما لینک فالو میدیم، ولی لینک کاملا فالو نیست. خب آقا لینک فالو چیه؟ اون لینکی که هیچ گونه رل لینک، بهتون یاد میدم چطوری پیدا بکنید، رل نداشته باشه. بعضیا میان می‌نویسن لینک فالو، رل فالو یا رل دو فالو، اصلا اون کار رو ما انجام نمیدیم. برای مثال سلام ساختمان یک رپورتاج منتشر کرده، اینجا من بیام چطور بهترین پارتیشن اداری رو برای محل کار خود انتخاب بکنیم. من اینو باز میکنم، یه لینکش رو میارم. خب تا اینجا
صدا که قطع و وصل نشد، حالا تصویر بود چیزی جا ننداختم، موردی نبود که متوجه نشید یا قطع بشه من نگم. همه چی اوکی بوده؟ سحر خیلی متشکرم ازت. خب بریم برای ادامه. خیلی چاکریم، دم همتون گرم. بریم برای ادامه. خب من مثلا میام توی سلام ساختمان، این لینک دیگه روش راست کلیک میکنم، گزینه آخر اینسپکت رو میزنم. حالا آقا تو مرورگر شما یا شاید یه گزینه دیگه داشته باشه، تو سیستم شما شاید یه گزینه دیگه داشته باشه. بچه ببینید این لینک اینه. خب من اینو یکم بزرگترش بکنم. خب لینک کو؟ آها اینجاست. ببینید رل داره. رل یعنی نوع، یعنی اون ارتباطه چیه، یعنی چجوری بگم، داره نوع اون لینک رو میاد نشون میده. ما میخوایم یه لینک رو فالو بکنیم، نو فالو بکنیم، اکسترنال بکنیم، یو جی سی، هر چی که میخوایم انجام بدیم تو این ریل باید بیام انجام بدیم. بچه ها لینک فالو به لینکیه که اصلا این ریل رو نداشته باشه، یعنی این بخشش پاک باشه. این لینک ها رو ما میگیم لینک فالو. خب ولی وقتی که مثلا اینجا من میبینم نو اوپنر داره، معمولا نو اوپنر در کنار نو رفرر میاد، اینها یک نوع ریل هستن، تقریبا میشه گفت فالوه، ولی اون تاثیر فالو رو نداره. یا بعضیا میان چیکار میکنن، اینجا رو مثلا تو سایتشون کاری کردن، اینجا لینک رو مینویسه فالو، یا مثلا مینویسه دو فالو. دو فالو همون لینک فالو هست. اینجوری یا من که لینکم فالوه. آقا این اون فالو نیست، این اون فالو نیست. خب این است. پس حواستون باشه حتما رل لینک ها رو بررسی کنید که ترجیحاً هیچ رلی نداشته باشن. بچه ها اینایی که من دارم میگم عیناً خودم توی رپورتاج هام، کمپین هامون اجرا میکنیم اینها رو. خب این تا اینجا. آقا این رله خیلی مهمه، اینو متوجه شدید؟ میام لینک ها رو باز میکنم، راست کلیک میکنم، گزینه آخر اینسپکت رو میزنم، از اینجا اون رل رو بررسی میکنم. هیچی نباید داشته باشه، این تیکه باید خالی باشه، هیچ رلی نباید داشته باشه. خب اینو آیا داکیومنتی وجود داره که ببینید متین جان، لینک فالو یعنی اون لینکی که هیچ چیزی وجود نداشته باشه. وقتی شما ریل میایید براش مشخص میکنی، یعنی داری مشخص میکنی این لینک چیه، فالو، این لینک نو فالو چیه. خب تنها لینکی که چیو کامل منتقل میکنه، اینو مثلا توی پتنت پیج رنگ شما میتونید ببینید. توی داکیومنت ها نیست، گوگل رو توضیح نداره، توی پتنت پیج رنگ میتونید ببینید که یه پتنت یه آقای اومد اینو اختراع کرد و سال 2018 فکر کنم از گوگل گرفت. گوگل هم اومد پتنتش رو اکسپایر کرد، اما همچنان داره از این سیستم استفاده میکنه. خب بهترین نوع لینک اینه. حالا شما مثلا نو فالو بدی، یک چیزی داری میگی به گوگل، میگی آقا این لینک رو فالو نکن، یا داری نو رفرر میگی، نو اوپنر میگی. اینها دوتا رل امنیتی هستن که مثلا اون سایت توی سرچ کنسول نشون داده نشه. بله این گفتم که نو اوپنر و مثلا نو رفرر رل های امنیتی هستن. عرض کردم نوعی فالو هن، اما بهتر اینها هم نباشه. خب بریم سراغ مورد بعدیمون. من این داکیومنت ها رو، این چیا رو، چک لیست ها رو اینجا نوشتم، با یه سیستم دیگه دارم میگم اینها رو. خب یه مورد، من مثلا میخوام توی وبسایت، حالا این سلام ساختمان سایت خوبی هم از خدایی، رپورتاج برم. ببینید تو این صفحه من یه دونه لینک اومدم دادم اینجا، یه لینک، یه دونه اینجام حالا مثلا یه دونه لینک، دو تا لینک. خب زیاد این صفحه نباید زیاد لینک داخلی داشته باشه. دیدید توی یک سری سایت های خبرگزاری بک لینک میزنید 500 تا بنر تبلیغاتی هست. خب ترجیحاً اون رسانه لینک تبلیغاتی، لینک خروجی زیادی نداشته باشه. خب من مثلا برم توی سایت دولت نیوز رو بیارم. دولت نیوز فکر میکنم همین باشه. متین جان خیلی ممنون از نکته که گفتی، رل امنیتی بودن، مرسی ازت. ببینم توی دولت نیوز هست از اینجور چیزها. میان کلی مثلا
حالا اینجا نداره، تبلیغات و اینها رو نداره. ببینید تبلیغات مثلا یک تانت میاد کل این پایین. فکر کنم مثلا سایت روزنامه شرق داشته باشه، روزنامه شرق، کلی مطلب میان میذارن. خب رونالدو به تهران میآید، اینو باز بکنیم. اینجا مثلا این یه دونه لینک خروجی اومده داده. خب اینجا کلی حالا لینک داخل اومده به سایت خودش داده باشه، اینجا اومده لینک خارجی داده، دوباره اینجا لینک خارجی داده، اینجا لینک خارجی، میان پایینتر. خب اینجا دوباره کلی لینک خارجی، همش تبلیغه. آقا بهتره حواسمون باشه اینها زیاد لینک خارجی نداشته باشن. چرا؟ چون ببینید مثلا این صفحه قدرتی که میتونه فکر کنید کل اعتبار این صفحه رو 100 در نظر بگیرید. خب داره به هر لینک خروجی یک اعتباری رو منتقل میکنه. هرچی تعداد لینک ها بیشتر باشه سهم من کمتر میشه دیگه. 1,000,000 تومان پول هست، خب من میخوام از این پول بردارم. هرچی تعداد افراد بیشتر بشه سهم کمتر از اون 1,000,000 بهشون میرسه. پس بهتره دیگه بیش از حد لینک خروجی نداشته باشه. بعضی سایت ها میان کلی تبلیغات میریزن توی صفحهشون، میبینی که 100 تا 200 تا تبلیغ هی داره تو این صفحه میاد. خب وسط این محتواهاش خیلی هی داره مثلا تبلیغات یکتانت و تبسل و مدیاعد و اینطور موارد داره نمایش داده میشه. پس بهتره اینها رو نداشته باشه. صفحات سایت ناشر لینک های خروجی زیادی نداشته باشن. چرا؟ چون سهم اون قدرت من، اعتباری که قراره به من بده کمتر میشه. نمیگم که بک لینک نزنید، اگه بین دو تا گزینه موندید، یکیش همه مثلا اون سایت همه این مواردو داره، یکیش گزینه هاش اینه که تبلیغات نداره، یکیش خیلی تبلیغات داره تو صفحش، برید سراغ اونی که تبلیغات نداره. حالا یه مقدار پولی هم بیشتر میگیره، هیچ موردی نداره. این از این. خب سایتی که میخواید توش مطلب برید بهتره که امکان کامنت گذاری توی مطلبش رو داشته باشه. الان اینجا ببینید، حالا این قابلیت رو داره، مثلا روزنامه شرق داره، یا ببینیم سلام ساختمان داره. بله داره. آدرس وبسایت رو هم مثلا شما میتونید بزنید. خب من الان برمیگردم سوالهاتون رو هم پاسخ میدم. پس بهتره که قابلیت کامنت گذاری رو داشته باشه. من خودم میتونم بیام با کامنت گذاشتن محتوای اون صفحه رو ببرم بالا. خب نمیخوام بگم کامنت گذاشتن یعنی اینکه اون صفحه داره آپدیت محتوایی میشه، شاید نشه. چرا؟ برای مثال اگه تو وردپرس شما کامنت بذارید، اون تاریخ مودیفایش، تاریخ انتشار مطلب توی بعضی سایت های وردپرسی عوض میشه، میگه این مطلب آپدیت شده. اما توی این سایت ها شما هرچی کامنت بذارید تاریخ مودیفای آپدیتش دیگه تغییر نمیکنه. اما اینکه شما کامنت بذارید، مثلا مطلبتون رو سرچ میکنید، وارد میشید، کامنت بذارید، یعنی اینکه آقا این مطلب هنوز داره به من کمک میکنه، هی دارم به اون محتوا اضافه میکنم. پس یکی از موارد این میشه، میام توی خود این سایت بررسی میکنم که امکان کامنت گذاشتن تو سایت بهتره وجود داشته باشه. امکان کامنت گذاشتن توی رپورتاج ها وجود داشته باشه. خب من بهتره که برم رپورتاج های قبلی رو بررسی کنم ببینم امکان کامنت گذاشتن وجود داره یا خیر. چرا؟ میرم مثلا یه مطلبی رو اینجا باز میکنم، عواقب وحشتناک نگهداری نادرست کامنت. این مال خود اون سایته، برای مثال مال خود اون سایته. میبینم میتونم کامنت بذارم، اما تو رپورتاژش میاد کامنت رو میبنده. حامد شادمان دقیقاً آره اینجا اومده گفته اگر لینک هایی که داخل سیکشن های اساید هستن تأثیرش کمتری نیست. من سیکشن اساید رو نمیدونم چیه. خب اگر که اون ساختار خود لینک رو داشته باشه، href داره شروع میشه، این یه لینکه. معمولا ما یک سری لینک ها رو توی ظاهر سایت داریم میبینیم، خب کلیک میکنیم لینک باز میشه ولی هیچ لینکی نیست. زمانی از اون لینک میتونید مطمئن بشید که دیدید موس رو میادید روی لینک پایین سمت چپ یک کادری باز میشه، لینک رو به شما نمایش میده. اگر که موس رو میارید اون داره نمایش میده، اون ساختار درست، ساختار لینک درست. مورد بعد رو من بهتون بگم. خب تا اینجا این مواردی که گفتم مربوط به خود اون رسانه بود. حالا من این رسانه رو انتخاب میکنم، حالا میخوام برم سراغ این که چه محتوایی رو باید میام منتشر بکنم. کلی وقت میذارید یک رسانه خوب رو انتخاب میکنید، اما وقت نمیذاریم که یک مطلب درست و حسابی بیایم بنویسیم. یعنی پول نمیدیم، حالا یا با هوش مصنوعی یه محتوا رو میزنیم، یا سایت روزنامه شرق بکلینکش اومدیم مثلا چند میلیون خریدیم،
یه مطلب می نویسیم تو همه اینا منتشر میکنیم. این کارو نکنید. یک مطلب رو توی چندین سایت منتشر نکنید. یکی از اونها ارزشمند تر واقع میشه، بقیه اون ارزشی که باید داشته باشن رو ندارن. پس از انتشار محتوای تکراری توی سایت های مختلف خودداری کنید. این است. حالا میخوام بریم سراغی که متن خود رپورتاج بهتره چطوری باشه. یه نکته مهم بهتون بگم، توی سایت خودتون چقدر وسواس به خرج میدید وقتی میخواید مطلب بنویسید. کلی وسواس به خرج میدید. خب یعنی یک مطلب تاپ سعی میکنید بنویسید. حالا اگر که تو سایت خودتون محتوا رو خیلی ارزون سفارش میدید و با مثلا محتوای ارزون یه سری نویسنده ها هستن میان یک هزینه خیلی ارزونی میگیرن، یه بخشی برای خودشون برمیدارن، یه بخشی میان به نویسنده، خیلی ارزونه. اگه اینجوری مینویسید خب از همون محتوا تو رپورتاج استفاده بکنید. برای خود سایتتون وقتی دارید ارزش قائل میشید، برای محتواتون هم ارزش قائل باشید. فکر کنید که توی سایت خودتون قراره یک مطلب رو منتشر بکنید رتبه بگیره، چه جوری مینویسید؟ با جون و دل اونو مینویسید. خب اگه که توی اون حوزه تخصص دارید، رپورتاج رو مینویسید، حتما بدید به کارفرما یا خودتون تخصص دارید اونو بررسی بکنید. توی حوزه های ارز دیجیتال، توی حوزه های پزشکی، وکالت خیلی مهمه مطلب درست باشه. خب متن رپورتاج رو طوری بنویسید که انگار قراره تو سایت خودتون منتشر بشه و رتبه بگیره. قراره تو سایت خودتون منتشر بشه. پس چطوری می نویسیمش؟ پس من نمیام ببخشید ها گزافه گویی، هرزه نویسی، چرت و پرت نویسی بنویسم. اولش کلی توضیح بدم، کاربر رو هی بخوام بپیچونم. توی محتواتون زیاد حاشیه نویسی نکنید، خارج از موضوع ننویسید. الان براتون مثال میزنم، این نکته رو بنویسم. توی متن محتوا به هیچ چجوری شد؟ توی متن محتوا به هیچ عنوان خارج از موضوع ننویسید. برای مثال یک اتفاقی که رخ میده چیه؟ آقا این سایت سلام ساختمان مثلا اینجا به من میاد میگه که شما میتونید 1200 کلمه بنویسید، یا اینجا این سایت گل تازه، ببینم این چند کلمه مثلا به من اجازه میده. ببینید این از اونها سایت گل تازه. خب 10 تا لینک فالو، 10 تا لینک نو فالو، 5000 کلمه در لحظه بیا بنویس، همه امکانات هم بهت میده. آقا تو این سایت مطلب هیچ منتشر نکنید. نقاط منفیشو ببینید، همه اومدن اینجا زیاد نقاط منفیش. این است. ببینید اینجا به من گفته که تو 5000 کلمه میتونی مطلب بیای بنویسی. من میخوام توی این بیام درباره مثلا همون تفاوت قهوه عربیکا و روبوستا بیام یه مطلب بنویسم، یا مثلا درباره نحوه نگهداری نهال قهوه روبوستا یه مطلب بنویسم. آقا من درباره نحوه نگهداری نهال قهوه روبوستا 5000 کلمه میتونم مطلب بنویسم. اما نمیشه. میشه ها، باور کنید میشه، به شرطی که آب ببندم به محتوا، چرت و پرت بنویسم. به جای اینکه برم سر موضوع بگم چطور از این نهال نگهداری بکنید، بگم که نهال چیه، قهوه چیه، انواع گونی قهوه چیه، بهترین سایت چیه. بعدش بیام آقا مثلا تهش بنویسم نحوه نگهداری مثلا نهال قهوه عربیکا یا قهوه روبوستا. پس خارج از موضوع ننویسید. درسته که اینجا رسانه میاد به من اجازه میده که مطلب زیادی بنویسم، اما من که نباید حد اکثر اینو کامل بکنم. به نویسنده‌تون بگید یا خودتون دارید مطلب بنویسید، هرچی که میتونید مطلب رو خلاصه تر بکنید، کاربردی تر بکنید. اگه میشه چند تا جمله رو یکی کرد کوتاه‌تر بشه با همون کیفیت، این کار رو انجام بدید. دنبال پر کردن محتوا نباشید، دنبال سریع جواب دادن از طریق محتوا باشید. سریع مثلا جواب کاربر رو بدید. پس توی متن محتوا به هیچ عنوان خارج از موضوع ننویسید. مورد بعدی، همون ابتدا وقتی که میخواید متن بنویسید، من چند تا نکته بهتون بگم. همیشه پاراگراف اول یا همون مقدمه رو آخر بار بنویسید. ببینید شما هیچ وقت نمیتونید مثلا یک فیلم رو اول خلاصش رو بگید، خب مثلا خلاصش رو بگید بعد فیلم رو ببینید. آقا من باید فیلم رو ببینم بعد از زبان خودم خلاصش رو بنویسم. باید یک کتاب رو بخونم بعد از زبان خودم خلاصش رو بیام بگم. من وقتی که میام یه خلاصه میگم، خب دیگه بر اساس همون خلاصه میام مطلبمو مینویسم.
اما وقتی که همون بلافاصله از همون اول بار شروع کنم به نوشتن محتوا، چیزی که مد نظر کاربر هست بنویسم، آخر کار خلاصه‌ای که می‌نویسم قشنگ‌تر، مطلبمو واضح‌تر میتونم شرح بدم. پس توی محتوا همیشه مقدمه رو آخر بار بنویسید. بچه آخر متن نه، آخر بار بنویسید. یعنی چی؟ یعنی من بیام آقا انتهای مثلا وقتی که محتوامو نوشتم میخوام مقدمه رو بنویسم، حالا یک نگاه میندازم به مطلب، بعد میام ببینم چه مقدمه باید برای اون بنویسم. این است. خب و مقدمه رو دستی بنویسید. حتی که محتوا رو میدید به یک شخصی براتون بنویسه، بگید که لطف کنید شما مقدمه و نتیجه گیری رو ننویسید، خودتون مقدمه رو بنویسید. و بهتون هم میگم که چه شرایطی داشته باشه. اگه محتوا رو برون سپاری میکنید، بگید مقدمه و نتیجه گیری ننویسن، خودتون بنویسید. خب یعنی خود اون مدیر پروژه بهتره بنویسه. دلیلشو بهتون میگم چیه. خب تا اینجا یه سوالی هست بفرمایید، من بیام بخونم. اگه لینک خب اگه سوال دارید بفرمایید، اگه که نه بریم برای ادامه. نفسم بند اومد، 2-3 بارم استرس وارد شد. اون وقت مشخص میشه نویسنده محتوا و مقدمش 2 نفر هست. یعنی مشخص میشه. من الان من متوجه نشدم خانم سحر یامینی، شما میگید مشخص میشه 2 نفر هستن یا سوال پرسیدید میگید که با 2 لحن متفاوت میشه؟ خب شما یه مقدمه میخواید بنویسید، با همون لحن بنویسید. در خصوص لحن محتوا هم جلوتر بهتون میگم که چجوری باید بنویسید. در خصوص این لحن محتوا هم بهتون میگم. خب من برم برای ادامه. خب اینم که گفتم به نویسنده بگید که اصلا نتیجه گیری محتوا رو ننویسه. حالا این اون لحنیه که خانم یامنی داشت میپرسید. بچه‌ها ببینید، ساختار محتواتون باید شبیه، تا جایی که امکان داره شبیه ساختار محتواهای عادی اون سایت باشه. من برای مثال میخوام توی این سلام ساختمان یه مطلب بیام منتشر بکنم. من میبینم که سلام ساختمان برای مثال هیچ وقت از تگ استفاده نمیکنه، از تایتل استفاده نمیکنه. یا میبینم نه چقدر نظم محتواهاش خوبه، همیشه توی متنش مثلا چند تا جمله رو رنگی میکنه، میاد کلمات رو بولد میکنه، تصاویر رو برای مثال بعد از تایتل هاش میاد میذاره، تا جایی که امکان داره لحن و ساختار محتوام شبیه محتوای اون سایت بشه. آقا دلیلی هست این کار رو بخوایم انجام بدیم؟ بله دلیل هست. هرچی که شبیه تر باشیم به محتوای اون سایت، انگار اون سایت خودش اومده به ما لینک داده. خب من گاهی اوقات میخوام تو یک وبسایت خبری مطلبی برم، میبینم که همه محتواهاش 500-600 کلمه است، هیچ عکسی هم منتشر نمیکنه، یه عکس کوچیک منتشر میکنه. خب منم باید همونطوری منتشر بکنم، نرم عکس با کیفیت بیام بذارم مثلا یک چیز تافتی محتوای من یک تافتی جدا بافته بشه از اون محتوا. تا جایی که امکان داره مثل محتواهای همون سایت منتشر بکنید، لحن مثل همون باشه. اگه من میبینم این محتواها، البته اینم حالا رپورتاج اومده منتشر کرده، من بیام مثلا توی کمد دیواری اینجا میام میبینم که خود رسانه، خب هیچ وقت برای مثال بیام حالا قیمت کمد دیواری خب میبینم که خود رسانه هیچ وقت نمیاد نتیجه گیری رو بذاره. آقا منم برای محتواهام نتیجه گیری نمیام بذارم، چقدر مطلبش طولانیه، هر چی میخوام برسم به نتیجه گیریاش اون آخر کار هر چی میرم نمیرسه. آقا برای مثال گفتم دیگه، میبینم که تو هیچ کنم از مطالب خودش نتیجه گیری نمیذاره. خب منم نیام حالا آقا گیر بدم نتیجه گیری حتما بذارم، نه، اگه میبینم میتونم کاری بکنم مثل محتوای اون سایت بنویسم، نتیجه گیری نمیذارم. الان اینجا مثلا تجربه و سوالات رو داره، من میتونم از این تایتل بیام استفاده بکنم. برای مثال جمع‌بندی هم داره، آفرین، اینجا من میتونم بیام استفاده بکنم. میبینم که خود سایت اومده استفاده کرده. پس ساختار محتوا، چه هدهایی به کار ببرم، من میبینم که مثلا اومده همیشه عکس ها رو بعد از H2 ها گذاشته، بعد از H3 ها گذاشته، منم بهتره همین کار رو انجام بدم.
یک سری جمله ها رو اومده بولد کرده، یک سری جاها رو رنگین کرده. ساختار و لحن محتوا باید مثل تا جای خیلی زیادی بهتره مثل خود اون سایتی باشه که من میخوام توش مطلب منتشر بکنم. ساختار محتوا که گفتم مثلا مثل هدینگ ها، محل قرارگیری تصاویر و غیره. مثل مطالب خود اون رسانه باشه، رپورتاج هاش نه، مثل مطالب خود اون رسانه باشه، مطالب عادی که منتشر میکنه. مورد بعد، لحن محتوای من مثل لحن محتواهای خود اون رسانه باشه. من میبینم که توی یک وبسایت خبری هیچ وقت کلماتی مثل رو نوشته نمیشه، را نوشته میشه. من نمیام پس بگم این مطلب رو بخونید. خب میبینم که خیلی ادبی و رسمی داره نوشته میشه، اما میرم توی یک وبسایتی داره مثلا درباره مثلا حالا چه وبسایت ویرگول قراره یک رپورتاج تو ویرگول برام مثلا منتشر بکنم، میبینم لحن همیشه دوستانه و عادیه. اونجا من بهتره پس دوستانه و عادی بیام بنویسم. خب خانم یامینی، الان شما به سوالی که پرسیدید به جوابش رسیدین؟ از کجا بفهمیم که محتوایی که در رسانه درج شده محتوای رپورتاج یا محتوای وبلاگ؟ خب تو رسانه ها معمولا لینک میدن دیگه. ببینید شما وقتی که میخواید یک رپورتاج برید، میاد به شما میگه 2000 کلمه بنویس، 3 تا عکس با 2 تا لینک. خب اما من وقتی اینجا رو میبینم آقا این اومده این همه عکس اومده گذاشته، قطعا این رسانه نمیاد همچین رپورتاجی رو منتشر بکنه. خب امکان نداره. بعد میام مثلا نگاه میکنم میبینم که خب لینک داخل لینک هایی که اومده داده به سایت خودش داده، لینک به هیچ سایت خارجی نداده. اینجوری من میتونم بیام مطالب رو تقریبا تفکیک بکنم. چون رپورتاج هاشو من اومدم نگاه کردم، این مثلا چطور بهترین پارتیشن اداری رو برای حالا محل کار انتخاب بکنیم. خب منبع اومده لینک داده، بعد ببینید کلا هم 3 تا عکس اینجا اومده استفاده کرده. یه لینک خارجی پارتیشن اداری هم اومده لینک داده به سایت مثلا sahlan.co همچین چیزی. از این طریق من میتونم بفهمم. چون برخی رسانه‌ها مثل قطره مشخص نیست که دقیقاً اون محتوایی که درج شده دقیقاً رپورتاژه یا محتوای وبلاگ. قطره یک خبرخانه. خب قطره یک وبسایت خبرخانه، اینو خب به سختی میتونید تشخیص بدید. من ترجیح نمیدم هیچ وقت توی قطره بخوام رپورتاج برم. یعنی در واقع راهی وجود داره که رسانه دقیقاً مشخص کنه این محتوا رپورتاژ، اگه مشخص نکنه از کجا تشخیص بدیم؟ ما تمام تلاشمون اینه که توی سایت رپورتاج بریم که مشخص نشه ما تو اون سایت داریم رپورتاج میریم. خب اگه رپورتاج های اون تابلو باشه، کاملا تابلو باشه، یعنی فقط یه دسته بندی بذاره که تو من موارد اول گفتم ما تو همچین سایت اصلا نمیم رپورتاج بریم. بله مرسی. فقط اگه رقیب با موضوع یکسان توی رسانه این دیگه پربارتر نوشته چی میشه؟ من اینجا تحلیل و اینا رو اصلا نگفتم، مثلا من برم رقبا رو تحلیل بکنم، صرفا میخوام بگم من چه رسانه انتخاب بکنم و محتوام چه ویژگی هایی داشته باشه. خب فامیلی شما رو نگم، یمینی فکر کنم یمینیه، درسته؟ چشم نمیگم. در خصوص لینک هم من توضیح میدم. خب بریم سراغ بقیه موارد. مواردی که میخوام رو بهتون بگم. یکی از موارد اینه که من به هیچ عنوان بهتره به هیچ عنوان توی محتوام از اسم برندم استفاده نکنم. گاهی اوقات گفتم من هدفم برند اورنس، آگاهی از برنده. خب اسم برندم رو میارم، لینک هایی هم که میدم لینک های اسپانسر هست، رل اسپانسر داره. خب خود گوگل میاد میگه آقا درآمدزایی سایت های تبلیغاتی یه بخشش اینه که لینک بفروشن، تبلیغات بفروشن. بیاید مشخص بکنید با لینک اسپانسر این کار رو انجام بدید، من هیچ مشکلی ندارم. ولی تأثیری که اون لینک فالو بدون هیچ رل میده رو لینک اسپانسر نمیده. خب پس وقتی که ما گفتیم هدفمون سئو هست، میخوایم رتبه بگیریم، یک قدرت صفحه رو بگیریم، بهتره از رل از اسم برند ما هیچ استفاده ای اصلا نداشته باشیم توی محتوامون. از اسم برند هیچ استفاده ای نمی کنیم. مورد بعدی اینو که اومدم بهتون گفتم، توی عنوان مقالتون از یک سری تاریخ و آمار و ارقام و
کلمات اغراق آمیز استفاده نکنید، فوق العاده ترین راه برای فلان، یا نمیدونم مثلا بهترین سایت برای خرید فلان. این مطالب تبلیغاتیه. بهترین سایت برای خرید مثلا بلیت، بعد میری فقط یه سایت رو معرفی کرده. خب این تابلو داری اینجا تبلیغ میکنی. خب از کلمات اغراق آمیز توی محتواتون استفاده نکنید، توی عنوان محتوا استفاده نکنید. خب این از این. مورد بعدیمون چی؟ از تاریخ ما استفاده نمی کنیم به هیچ عنوان. الان دلیلشو بهتون میگم. از تاریخ استفاده نمی کنیم. وبسایت مستر بلیت خب اومده بود یک رپورتاجی رفته، بذارید من بیارم، بهترین مقاصد نوروزی 1403 زومیت. ببینم رپورتاجش مستر بلیت، یعنی یک رپورتاج به شدت نادرست. حالا من نمیدونم هدفشون اگه سئو بوده نادرسته. مستر بلیت خب نوروز 1403 کجا بریم؟ بهترین معرفی بهترین مقاصد بهاری. دمت گرم. اصلا اون گوگل نمیفهم این تبلیغاتیه. خب آخه این چیه؟ این اگه مطلب تو رتبه بگیره بیاد بالا، وقتی زدی 1403 دیگه گوگل تو رو سال 1404 نمیاره بالا. علنا گفته 1403. خب دیگه تو رو نمیاره بالا. سایت خودت نیست که بعد از یک سال اونو بتونی بکنی 1404. پس بهتره از اینجور تاریخ ها هم استفاده نکنیم. این از این مورد. خب توی پاراگراف اولتون از کلمه کلیدی که میخواید لینک بدید، از کلماتی که قراره به سایتتون لینک بدید، بهتر استفاده بکنید. خب من اینو بیام بنویسم و بهتون توضیحش بدم. توی پاراگراف اول یعنی توی پاراگراف اول کلمه کلیدی، مهمترین کلمه کلیدیتون رو قید بکنید حتما. خب دیدید به یه نفر میگیم که آقا بیا بالای مجلس بشین، خب قطعا اونی که میره بالای مجلس میشینه تا اون که پایین مجلس میشینه، بالای مجلس اعتبار بیشتری میده به اون آدم. لینکی که بالا باشه، اون اوایل باشه، به نظرم تاثیر بهتری میتونه داشته باشه. خب وبینار صدا نداره بچه‌ها؟ وبینار الان بله خانم دمرودی، توی تریبون بعضی از رسانه ها این کار رو براتون انجام میدن. خب صدا اوکی. جناب آقای مهدی مجیدزاده عزیز، اگه اشکال نداره یه خارج بشید برگردید، میتونید دوباره صدا رو داشته باشید. خب این از این. من بهتر از کلمه کلیدیم اون ابتدای پاراگرافم بیام استفاده بکنم و اون رو لینک بدم. خب این از این. توی پاراگراف اول مهمترین کلمه کلیدیتون رو قید بکنید. یه نکته، حتما کلمات کلیدی که لینک میدید رو بولد بکنید، یعنی پررنگشون بکنید. خب بذارید من اینو بیارم، یعنی همین پارتیشن اداری رو بولد بکنید، پررنگش بکنید. مثلا تو این سلام ساختمان خودش آقا اومده یک سری مطالب رو بولد کرده، یعنی توی من مطالب عادی خودش نگاه کردم دیدم بولد کرده. حالا من این کارو انجام نمیدم، میگن که گرگدا کاهل، بابت تقصیر صاحبخانه چیز، خودش این کارو کرده، منم بیام این کارو انجام میدم. خب این از این. حتما کلمات کلیدی که میدید رو بولد بکنید. من مورد بعدی بهتون بگم و به ترتیب کلمه کلیدی اصلیتون رو که میخواید لینک بدید تو پاراگراف اول بیارید. اگه که تونستید یک کلمه دیگر رو هم بیارید و بقیه رو توی مثلا پاراگراف های دوم و سوم اینها انجام بدید. منظورم از اولین پاراگراف تو محتوا شاید شامل اون مقدمتون بشه. این است. خب مورد بعدی، تصاویرتون رو، ما این همه گفتم از برند استفاده نکنید، از ایکس استفاده نکنید. تصاویری که میخواید بذارید رو از سایت خودتون اگه برمیدارید بردارید، ولی بدون آرم و لوگو باشه. عکس سایت خودتون که با لوگو هست رو بر ندارید بذارید. عکسی که میذارید بهتره حالا اون هیچی نداشته باشه، آرم و واترمارک و لوگو و اینها رو نداشته باشه. خب من ببینم اینجا میتونم بهتون بگم، مثلا اینجا اومده گفته بهترین پارتیشن اداری. حالا این اومده عکس خوبی گذاشته، اما اگه اینجا لوگو میزد داره علنا میگه آقا سایت من بهترین پارتیشن اداری رو داره. اما آیا واقعا تو داری اون بهترین پارتیشن اداری رو یا خیر؟ شاید نداشته باشی.
پس از تصاویر استفاده کنید که میتونه یونیک باشه، میتونید خودتون بگیرید از سایتتون بردارید، اما بدون آرم و لوگو و اینجور واترمارک و اینا باشه. توی متن از تصاویری که آرم، لوگو، واترمارک و غیره داره اصلا استفاده نکنید. مورد بعدی. خب این نکته که میخوام بگم اول گفتم توی پاراگراف اول مهمترین کلمه کلیدیتون رو ما میایم قید میکنیم. خب آقا کلمه‌ای هم که لینک میدیم رو حتما بولدشون میکنیم. یه نکته خیلی مهم بچه‌ها، من قراره مثلا با کلمه خرید قهوه رتبه بگیرم. حواسم باشه قرار خرید قهوه به هم چسبیده رتبه بگیرم. این کلمه خرید اینجوری ببینید، خرید قهوه با این قرار رتبه بگیرم یا با این قرار رتبه بگیرم. خب زیاد تفاوت نمیکنه من بیام با این لینک بدم یا با این، اما بهتره اون لینک من، انکر تکست من طوری باشه که اونی که میخوام باهاش رتبه بگیرم و بیام انجام بدم، لینک بدم. مثلا یه نفر میگفت که من توی تصفیه آب صنعتی رتبه دارم، توی تصفیه آب صنعتی رتبه ندارم، یعنی این آب با کلا و آب بی کلا. گفتم خب اینو تو تایتلت بذار، برو بکلینک هم بده و از این حرفا. اینا هیچ کاری نکرده بود. خب تفاوت داره، چیکار کنم؟ تفاوت داره. یا تو گوگل از نظر املایی اینها درسته باید آب با آب کلا نوشته بشه، اما بعضیا بدون آب با کلا اونا میان سرچ میکنن و خب این اتفاق پیش میاد. خب پس فقط اون کلمه‌ای که قرار باش بیاید بالا رو بیاید لینک بدید. با کلمات مثل اینجا و اینجور چیزام لینک ندید. خب با کلمه‌ای که مد نظرتون هست رتبه بگیرید لینک بدید. 3 تا صفحه دارید میخواد بیاد بالا، با همون کلمه‌ای که قرار باشون رتبه بگیرید به این کارو انجام بدید. خب لینک های خروجی که از رپورتاژتون میدید، یعنی من قرار به 3 تا صفحه هم بیام لینک بدم. لینک های خروجی که به سایت هم میدم هم موضوع باشه. خب می نویسمش بعد بهتون میگم یعنی چی. لینک های خروجی که از رپورتاژم میدم هم موضوع باشه، یعنی نیام مثلا یه لینک بیام بدم. خب اینجا ببینید مثلا مستر بلی چیکار کرده. گفت آقا بهترین معرفی برترین مقاصد نوروزی. خب موضوع یه وره یه ساز میزنه برای خودش. لینک هایی که داره میده، قیمت بلیت قطار برای هر نفر تهران مشهد. آخه اگه که هدف سئو بوده میخواد با این کلمه رتبه بگیره، خدای کی اینا میاد سرچ میکنه؟ یا رزرو هتل های مشهد، کسی هتل های رو هیچ وقت نمیاد سرچ بکنه. خب و اصلا اینها رزرو بلیت قطار، رزرو هتل مشهد، اینا کامل متفاوته. یه لینک دیگه بلیت اتوبوس وی آی پی تخت شو. همه وی آی پی ها تخت شو و همه تخت شو وی آی پی ان، کسی اینو هیچ وقت زیاد سرچ نمیکنه. لینک به بلیت اتوبوس میدی، به هتل میدی، به قطار میدی، موضوعت هم یه چیز دیگه است و کلا اومدی براش 4 خط نوشتی بهترین مقاصد داخلی نوروزی، براش 4 خط نوشتی، بعد مثلا برای مقاصد نوروزی خارجی هم اومدی حالا یه مطلبی نوشتی. لینک هایی که میدید باید هم موضوع باشه. علی بابا معمولا اینو خیلی خوب رعایت میکنه، رپورتاژ هایی که با هدف سئو رفته. پس من اگه بخوام اینجا مثلا لینک بدم نوروز 1403 یا میگم آقا نوروز کجا بریم، مثلا یه مقاله تو سایتم دارم بهترین مقاصد نوروزی، لینک میدم به اون. بهترین مثلا با کیورد بهترین مقاصد نوروزی میخوام رتبه بگیرم، لینک میدم به اون. خب یا مثلا بهترین شاید دیگه چه بهترین مقاصد نوروزی خارجی لینک میدم و بهترین مقاصد نوروزی داخلی. لینک های خروجی که میدم از یک موضوع باشه، تو در و دیوار نباشه هر کدوم یه ساز بزنه. اینجا اومده به رزرو هتل های مشهد لینک داده، بلیت قطار تهران مشهد لینک داده، بعد بلیت اتوبوس وی آی پیش اومده لینک داده. لینک های خروجیتون از یک موضوع باشه. توی این مورد سوال دارید؟ چقدر حتی اگه فقط یک متاسفانه تریبون توش. جناب مجیدزاده، معمولا تریبون برای افراد میاد یک گروه تلگرامی میساز، از اون طریقشون در ارتباط باشید بهتره. خانم یمینی فرقی نداره اسم فلان محصول باشه یا خرید فلان محصول. من نگفتم فرق نداره، گفتم با کلمه‌ای که میخواید بیاید بالا لینک بدید. حالا میخواید بدون خریدش بیاید بالا یا با خریدش. خانم حقبین،
ببینید اگه رو عکستون شماره موبایل باشه بله باعث زنگ خور میشه. من گفتم اینجا هدف فروش نیست، هدف برند اورنس نیست و هدف فقط سئو. وبینار جناب مجیدزاده پشتیبانی داره، همه چی داره. شما لطفا یه بار خارج بیان. صدا منو نداره، من چی دارم بهش میگم. حامد شادمان: با عرض پوزش گوگل خودش این مسائل رو ایگنور میکنه، پیاما میره و نیاز نیست دقیقاً با انکر اصلی لینک بدیم تا اعتبار منتقل بشه. من نگفتم برای اینکه اعتبار منتقل بشه با انکر اصلی لینک بدید، گفتم با کلمه‌ای که میخواید بیاید بالا لینک بدید. وقتی که من میخوام با کلمه خرید قهوه بیام بالا، چرا برم با یک کلمه دیگه لینک بدم؟ برای طبیعی کردن لینک ها نباید همیشه با انکر اصلی لینک بدیم. پس میتونید اینو من اول وبینار گفتم آقا آب میوه نیست طبیعی باشه یا غیر طبیعی باشه. رپورتاج مستقیم بهتره، غیر مستقیم بهتره. متن رپورت و انکر تکست غیر مستقیم و مستقیم رو لطفا یه توضیح بدید، من نمیدونم دقیقاً منظورتون چیه. لینک اصلی کلمه کلیدی اصلی باشه، سایر لینک ها به عنوان سایر رپورتاج ها باشه. نه خانم قلی زاده، همه لینک هایی که من میدم به به سایت خودمه. خب مثلا اونجا وقتی گفتم راههای مطلب اومدم گفتم راههای نگهداری نهال قهوه، خب میتونم با کلمه قهوه به سایت خودم لینک بدم، به اون صفحه‌ای که قراره با قهوه بیاد بالا، مقاله است، دسته‌بندی، هر چیه. یه مطلبم تو سایتم دارم، اصلا نحوه نگهداری خود قهوه، میتونم به اون لینک بدم، به سایت خودم میتونم لینک بدم. خب منظورم لایه 2 باشه بخیر. ما از رپورتاجی که داریم به سایت خودمون لینک میدیم، به رپورتاجهای لایه 2 مون لینک نمیدیم. خب آیه فلاحت میتونید از اون سایت با موضوعات دیگه تون رپورتاج برید، لینک های دیگه هم بگیرید، چرا فقط یک بار؟ هیچ ایرادی نداره. این است. خب من برم سراغ موارد بعدی. از یک اینو بگم بچه‌ها، از یک رپورتاج بهتره، ببینید بهتره از یک رپورتاج به یک صفحه هم فقط یک بار لینک بدم. یعنی من اومدم به صفحه رزرو هتل های مشهدم لینک دادم، به mrbeli.com هتل مشهد. پایینتر نرم دوباره یک لینک دیگه به همون صفحه بدهم، این کار رو انجام ندم. بهتره از توی یک رپورتاج یک بار به یک صفحه ام لینک بدم. اگه دو بار لینک بدم معمولا میتونه اون تأثیر کمتر بشه، یا اون لینک اولی رو بیشتر گوگل میاد میبینه. خب این است. از توی یک رپورتاج به یک صفحه یک بار لینک بدم. ترجیحاً من اولش بنویسم چند تا مورد دیگه هست من بهتون بگم، بعد بریم سراغ پرسش و پاسخ. به هیچ عنوان با کلماتی مثل اینجا روی این متن کلیک بکنید یا لینک خالی رو بذاریم لینک ندید. آقا شما آیا لینک داخلی هاتون رو میایید بگید که روی این لینک رو بذارید، بگید روی این لینک کلیک کن یا بگید اینجا کلیک کن؟ گوگل وقتی که توی این سو بگینرش رو بخونید، خب من سو سرچ بزنم، حالا من اینو بخونید، در خصوص لینک سازی میگه وقتی که میخواید لینک بدید، حالا باز نمیشه چون فیلتره، میگه وقتی که میخواید به یک صفحه لینک بدید انکر تکست طوری باشه کاربر بدونه که توی چه صفحه‌ای داره میره. خب یعنی بدونه توی چه صفحه‌ای داره میره. بهتره من کلمه کلیدیم رو بیارم. من وقتی کلمه کلیدی خودم رو میارم رتبه بهتری میگیرم تا اینکه بخوام با کیورد های مثل اینجا لینک بدم. آقا با کیورد های مثل اینجا برید تو رپورتاج ارزانتون لینک بدید، برید توی پکیج های بکلینکی که میخرید برید لینک بدید. توی رپورتاج کلی پول میدم بعد بگم برای طبیعی سازیش بیام این کارو انجام بدم. آقا اون طبیعی سازی نیست، اون هدردادار پول و بودجه کارفرماست. خب انکر تکست ها فقط کیورد باشه، کیورد مد نظر باشه. خب کلماتی چی شد؟ کلماتی مثل اینجا، مثل کلیک کنید، بعضی دیدم پاراگراف رو کامل لینک میدن. خب یا مثلا لینک نیکد یعنی لخت برهنه، یعنی لینک خالی رو مثلا میاد میذارن، لینک نیکد و غیره لینک ندید.
این است. خب مورد بعدی، معمولا لینک هایی که میخواید بدید رو یعنی اگه که قرار اون توی پاراگراف اولتون لینک بدید، همون اول کار نرید لینک بدید. آقا من اینجا اومدم 4 خط محتوا نوشتم، خب نیام اون کلمه اولین کلمه متنم رو بیام لینک بدم، حداقل برو 7 کلمه بعدش. لینک دادن یعنی چی؟ یعنی گوگل نیاز بره این، یعنی کاربر نیاز بره این مطلب رو بخونه. خب گوگل نیازی که مطلب رو بره بخونه. این از نظر خود کاربری درست نیست، پرفورمنسی درست نیست که من بیام همون اولین کلمه رو حالا لینک بدم به سایت خودم. یکم جلوترش رو، مثلا 10 کلمه 15 کلمه بعدتر بیاید این کار رو انجام بدید. خب بهتره اولین لینک حداقل بعد از مثلا 10 12 کلمه ابتدایی باشه، همون اول نرم این لینک ها رو بیام انجام بدم. این است. خب توی محتواتون، خب اگه که یک محتوایی میگید، چند تا نکته دارید میگید، چند تا مورد دارید میگید، خب اینها رو بهتر از لیست استفاده بکنید. خب مثلا ببینید من اینجا میگم که بهترین مقاصد نوروزی، اینجا اومده گفته این جزایر رو 1 2 3 4 اومده گفته. بهتره من یک لیست هم اینجا اضافه بکنم، آقا مورد اول اینه، دوم سوم چهارم، و بعد بیام حالا هر کدوم رو توضیح بدم. این لیست ها معمولا اگه رپورت، ببینید این اتفاق میفته، بذارید من حالا بردمش، یه وبسایت بود می‌خواستم نشون بدم، جامپ لینک معمولا اتفاق میفته. از لیست ها بخواید استفاده بکنید معمولا جامپ لینک اتفاق میفته. حالا من جامپ لینک ها رو نمیدونم الان چه محتوایی براتون بیارم که نمایش بده. این پایین چند تا لینک میاره که میشه روشون کلیک کرد. معمولا لیست ها گاهی اوقات این اتفاقات رو رقم میزنن. خب این اتفاقات حالا اون میفته، یا توی اگر رپورتاژتون رتبه بگیره توی زیرو پوزیشن بیاد، معمولا اونجا نمایش داده میشه. خب توی محتوای رپورتاژ از لیست ها استفاده کنید. مورد شماره 34، یه موردی که بچه‌ها گفتن بهتره هر چند وقت یک بار اون رپورتاژتون رو دوباره آپدیت بکنید. حالا عنوانش رو عوض بکنید، یک متنی بهش اضافه بکنید، یک لینکی بهش اضافه بکنید، هر کاری که میتونید رو انجام بدید. خب از آپدیت محتواتون اصلا غافل نشید. من این قابلیت رو توی تسمینو ندیدم، اما توی تریبون دیدم این قابلیت رو داره. این از این. مورد بعدی، ما یک رپورتاژی داریم میگیم لایه 1، یعنی چنین مستقیما لینک میدیم به سایت ما، و یک رپورتاژی داریم به نام لایه 2 که لینک میدیم به لایه 1. اگه که خواستید لایه 2 بزنید، نرید بعد 4 روز یا مثلا بعد چندین روز این کار رو انجام بدید. حالا بذارید یک ماهی بگذره، حداقل اون لایه 1 ایندکس بشه، بعد برید اون از لایه 2 تون لینک بدید به لایه 1 تون. خب اینم اینجا بگم. وقتی رپورتاژتون ایندکس شد، بعد از مثلا چند هفته لایه 2 براش برید. این خب این از این نکته. تا اینجا اگه که سوالی هست توی این موارد بفرمایید. اگه که نه من این فایل رو بذارید ذخیره میکنم، اینجا براتون میفرستمش. حالا نمیدونم بذارید توی فایل های اینجا براتون بذارم، مدیریت فایل. خب فایل با موفقیت آپلود شد. اینو من الان فکر میکنم که قابل دانلود باشه براتون، بتونید دانلود بکنید از طریق فایل ها میتونید دانلود بکنید، گرچه من ویدیو و همه موارد رو براتون میارم. من اینجا بیام پاسخ بدم. رپورتاژ غیر مستقیم، اینو که من گفتم، منظور از مستقیم یعنی معلومه خود ما که فروشنده هستیم نوشتیم، غیر مستقیم دقیقا راجع اون محصول نباشه. اینو من واقعا متوجه نشدم. رپورتاج رو گفتم که ساختار محتوا، اگه اون وبسایت یه وبسایتی که داره همیشه محصول معرفی میکنه، معرفی محصول کلا معرفی محصول داشته باشید. اگه یه وبسایتی مثلا مجله‌ای میاد مثلا بهترین ها رو حالا میاد معرفی میکنه، توضیحات میده، خوشا مثل همون سعی کنید بنویسید. اگه بریم روی یک سایت ارزون که موضوع اصلا ارزون و غیر گرون رو بردارید، من اصلا درباره قیمت صحبت نکردم، یه وبسایت این ویژگی ها رو داشته باشه میتونید توش بکلینک برید. که موضوع مرتبط با ما نداره، طی یکی دو ماه رپورتاج بدون لینک یا با لینک نو فالو بریم و بعد از یکی دو ماه رپورتاج اصلی رو بریم، اوکی، بله اوکی.
این کلمه کلید درسته در لینک پرومکس تور اصفهان از تهران با علی بابا. ببینید اینجا لینک پرومکس داره میده، یه مطلبی بالاست اون لینک رو میده، خب مطلب یک کلیک خور داره، صفحهش یک اعتباری میگیره و ما اینو تو یک پروژه آرایشی بهداشتی انجام دادیم. لینک پرومکس رو زدیم، خیلی جواب بود. لینک به قرص هیرتامین برای مو بود، روزی 50 60 رو داشت میفروخت. از نظر سئو ببینید هر لینکی تأثیر داره، هر لینکی از نظر سئو تأثیر داره، حتی نو فالو کم و زیاد. اینجا بله این لینک کلمه درسته، بله درسته، بستگی به هدف اون علی بابا داره. چرا اینقدر صحبت ها بین اساتید متفاوت؟ بله متفاوته، چون یک سری تجربه است، یک سری هر کس یک جوری آموزش داره میبینه، هر کس یک جوری مثلا تحلیل ها رو بررسی میکنه، هر کس یک دیدی نسبت به آپدیت ها داره، هر کس یک جوری که فقط داخل خود سایت عین کیوردی که میخواید رو بدید و در بکلینک ها نامنظم و مرتب. بعضیا بله اینجوری میان میگن، من توی حدود 7 8 دوره سئو شرکت کردم، بعضیا میگن که لینک سازیتون دقیقاً با کلمات کلیدی باشه، بعضیا میگن نه این از من متفاوته. لینک نو فالو یا فالو بودن برای شروع رپورتاج مهمه. دارید پول میدید آقای فلاحت، لینک فالو بدید، لینک فالو بدید. چرا من برای چی نو فالو بدم؟ نظرتون درباره بکلینک های واید و اعتباری چیه؟ علی جان ببین زمانی بکلینک های واید مناسبه که شما بتونید 1 سال اونو نگه داری و اگه سایتتون تازه کاره هیچ بکلینکی نداره یهو نرید 1 میلیون تا بکلینک واید براش بزنید. خب 1 میلیون بکلینک واید بزنید، خب سایت میپکه، یهو این همه تعداد لینک رفته بالا. برای چی؟ رپورتاج با لینک پرومکس چی هست؟ خانم سحری یکی از قابلیت‌های تریبون هست، میتونید امتحان بکنید توی یک مطلبی که قبلا رتبه گرفته با یک کلمه خاصی، تو اون مطلب میتونید لینکتون رو بذارید. پس قدرت و اعتبار رسانه مهم نیست، فقط به مواردی که گفتید توجه بکنیم. ببینید اعتبار اون رسانه مهمه. خب اعتبار رسانه از کجا به دست میاد؟ مطلب فیک نداشته باشه، سابقه خوبی داشته باشه. مثلا دامین اتوریتی رو خود گوگل بارها اومده، آقای جان مولر کیه کچله میگه اون ابزار برای ماز، خودش اومد یه پستی توی ردیت گذاشت گفت این معیارهای ماز و سمراش و اشرفس و اینها صرفا یک سری چیزها هست که محصولشون رو بفروشن. اعتبار از چه نظر مهمه؟ از اعتبار اینه که اون سایت محتوای خوبی منتشر کرده باشه. مورد 12، یعنی اگه کلمه کلیدی ها یکسان باشن اشکالی نداره ولی فقط موضوعات متفاوت باشن، بله میتونید با موضوعات متفاوت از یک سایت با انکر تکست های یکسان لینک بگیرید. مورد 13، یک مطلب رندوم چک بشه. آقا من اینجا مورد 13 رو بیارم، رپورتاج هاش رو، اون لینک خروجی هاش رو چک بکنید. خب من بچه فایل الان براتون اومد، بذار من اینجا دیگه ویدیوم رو هم شیر بکنم باتون. سلام به هم ریختم کلا. خب خواهش میکنم سر ارادت فایل. خب اینجا که فرمودید براتون اومد، اگه که سوالی موردی هرچی هست بفرمایید من خدمتتون پاسخ میدم. بچه من کد تخفیف تریبون رو که گذاشتم رپ آندرلاین SFV CO، نمیدونم تا کی اعتبار داره ولی خب 10% تا سقف 2 میلیون تومن میتونید خرید بکنید. اگه سوال هست بفرمایید من در خدمتتون هستم. من مطالبی که میخواستم بگم تموم شد. لطفا فقط یه لطفی کنید یک بازخورد به من بدید، یک مورد هر چیزی اصلا حال نکردید با مواد خیلی زشته. چه مدت طول میکشه تا رپورتاج اعتبارش رو به سایت منتقل بکنه؟ وقتی یه رپورتاج میدید، من تجربه منه آقا، تجربه منه، دانش منه، معمولا مثلا حداقل یه ماه زمان میبره که اون تأثیره رو بذاره و 1 سال موندگاری اون تأثیره هست. عزیز جان رپورتاج لایه‌ای تأثیرش در چه حد؟ خیلی. خب شما فکر کنید یک مطلب تو سایتتون دارید، یه مطلب دارید تو سایت خودتون، تو این سایتتون اومدید یه لینک دادید به یه سایت دیگه، حالا برای این مطلبتون هم هی دارید رپورتاج میرید. اون لینک خارجی تو سایت خودتون چقدر تاثیر داره برای اون سایت؟ خیلی. اینم همونه. اگر در نتایج صرف رپورتاج از محتوای سایت خودم بالاتر رفت، موردی نه، هیچ موردی نداره، معمولا جای شما رو میگیره، اما هیچ اشکالی نداره کسی بره تو اون، در نهایت انا لله و انا الیه راجعون، بازگشت همه به سوی سایت شماست. کلیک میکنه میاد خب تو سایت شما. ممنون خانم قلی زاده، سلامت باشید. میشه لطفا مورد 4 و 10 رو خلاصه بگید؟
رپورتاج توی دسته‌بندی مرتبط منتشر بشه. یعنی مثلا توی وبسایت یک دسته‌بندی به نام رپورتاج نباشه، محتوای شما رو ببره تو اون دسته‌بندی، خب بعد تمام محتواهای اون دسته‌بندی رپورتاج باشه، ببره تو دسته‌بندی مرتبط با موضوع رپورتاجتون منتشر بکنه. من به رپورتاجم از طریق لینک داخلی های سایت بتونم دسترسی داشته باشم. مورد شماره 10 ببینید سایت سلام ساختمان اومده بود گفته بود که شما اگه بیاید بک لینک تو سایت من رپورتاج برید فقط لینکشو بهتون میدم. تو سایتم هر چی بیاید بگردید رپورتاجتون رو پیدا نمیکنید، چون اون دسته‌بندی که من رپورتاج منتشر کردم تو سایتم نیست. یه دسته‌بندی هست ولی شما بهش دسترسی ندارید. خواهش میکنم سلامت باشید. اگر کلمه کلیدی بخوایم بالا بیاریم که سخت نباشه و نخوایم از طریق محتوای سایت بیاد بالا و با رپورتاج بیاد بالا، اعتبار سایت خودمون کم نمیشه. یعنی منظورت اینه که یک رپورتاج بزنید رپورتاج بیاد بالا سایت خودتون بالا نیاد؟ منظورت اینه؟ لایه 2 رو از همون دامنه لایه 1 بریم یا بقیه؟ نه دیگه، از یک چیه دیگه برید، از یک دامنه دیگه لینک بدید به لایه 1 تون، وگرنه خب لینک داخلی دارید میدید. اینو میگی سوال منم هست، اینو گفتم چقدر طول میشه اعتبار بذاره. رپورتاج لایه 2 به جز مواردی که فرمودید نکته خاصی هست که رعایت بشه، سعی کنید که هر یک ماه یک بار به مدت 3 ماه رپورتاج لایه 2 رو برید. نرید سایت ارزون در بیارید، سایت مناسب در بیارید. خواهش میکنم خانم یمینی، اگه دارم درست تلفظ میکنم عالی بود، خواهش میکنم سلامت باشید. آقای فراحت اصلا ایراد نداره، شما نمیخواید سایتتون بیاد بالا، یک رپورتاج برید بیاد بالا، اصلا این هیچ چیز سئویی نداره. یه سایت دیگه اومد بالا اعتبار سایت شما کم شه؟ نه، کم نمیشه. الان مثلا من مشاوره سئو دارم میدم، سایت من بالا نیست بقیه بالا، از اعتبار من کم میشه؟ خیر. خب بفرمایید سوال بعدیتون رو. احسن آقای سلام، خواهش میکنم سلامت باشید، امیدوارم سلامت باشید. از این بازخورده بدید، لحن بیان خوبه. بعد چیکار بکنم؟ من میدونم تو وبینارام اسلاید ندارم، سعی میکنم حالا ماهانه یه وبینار بذارم. آقای قمری، رپورتاج از کی شروع بکنید برای سایت؟ رپورتاج یک نوع لینک سازیه. صفحات سایتتون درست شد، 4 تا مقاله زدید، ایندکس شد، خب بعد از مثلا چند هفته یک ماه شروع بکنید برای اون صفحاتی که ایندکس شده شروع بکنید حالا به لینک سازی کردن یا برای صفحات مد نظرتون. خب اگه سوال دیگه هست بفرمایید، من در خدمتتون هستم. برای قطع و وصله اول وبینار من خیلی عذرخواهی میکنم، به 2 تا 3 تا اینترنت داشتم، میگم برق رفته بود، هی قطع و وصل میشد، من مجبور بودم جابجا بشم. حالا هندل کردن این موارد حواست باشه، وبینار تو خوب ارائه بدی، توپق نزنی به اینترنت، حواست باشه اداره برق و تو دلت لعنت بکنی اینها دیگه. برای شروع رپورتاج ارزون و نوفالو پیشنهاد میدید؟ خیر، اصلا من بحثی برای ارزون ندارم. رپورتاج توی رسانه های با کیفیت، مواردی که گفتم و لینک فالو. چرا نوفالو اصلا تاثیر زیادی نمیذاره، اصلا میشه گفت خیلی کم تاثیر میذاره. خب اگر که خب در کرد تعداد لینک های در مورد تعداد لینک های مهم میشه توضیح بدید؟ بهتره چند تا لینک بزنیم تو رپورتاج. ببینید من نمیدونم چند تا لینک، اون جایی که فکر میکنید نیازه رو لینک بدید، ولی گفتم یک سری رسانه ها هست میگه 10 تا لینک فالو من بتونم، 10 تا لینک نو فالو، 20 تا لینک تو میخواید بزنی، این اصلا با عقل جور در میاد؟ نه دیگه. ولی مثلا 5 6 تا لینک رو اجازه میدید توی یک مطلب بزنی. آقا من خودم توی یک محتوای 1000 کلمه شاید 4 5 تا لینک رو میدم، نمیگم هر 200 کلمه یه لینک، نه دیگه، ولی خب داره 4 5 تا لینک به شما اجازه میده، اون لینک ها رو بدید دیگه. ویرگول برید برای نوفالا، میتونید برید برای نوفالو، بله ویرگول معتبره، اما لینک نوفالا میده و لینک های ریدایرکت شده میده. فکر میکنم ریدایرکت 302 نوفالو بهتون میده، اصلا کلا فاقد اعتباره اون لینکه. خب اگه سوال دیگه هست مجدد بفرمایید. خانم یمینی، من آخر فامل شما رو دارم درست تلفظ میکنم یا خیر؟ یمینی هست؟
اگر که سوالی دیگه نیست من از خدمتتون مرخص بشم. من آیدی کانال تلگرامو میذارم، آیدی تلگرام خودم رو اینجا الان براتون میذارم. این کد تخفیف تریبون هم حواستون باشه. موردی بود حتما بپرسید، من در خدمت شما هستم. خواهش میکنم سلامت باشید. آقا این لینک کانال منه، یعنی آیدی کانال منه، مهدی صفوی نژاد. خب پیوی تلگرام منم اینجا میام میذارم، مهدی صفوی. سوالی بود بفرمایید، من در خدمتتون هستم. رد فلگ های گوگل رو نباید رد کنیم. این درسته که لینک های فالو نو فالو باید با هم داشته باشیم. بله شما میتونید اینها رو رد نکنید، لینک فالو نو فالو میتونید داشته باشید، اما بهتر پولی که میدید بابت رپورتاج. ببینید من اول وبینار گفتم هدف اینه که من از رپورتاژم اعتبار بگیرم، باید لینک نو فالو بدم. گاهی اوقات من یک بودجه دارم برای توازن بین لینک ها، میخوام لینک نو فالو هم برم، باشه اونجا شما میتونید لینک نو فالو بدید. خیلی متشکرم خانم علی دوست، سلامت باشید. خب براتون آرزوی موفقیت میکنم، امیدوارم که شب خوبی داشته باشید. ارادتمندم. خدا نگهدار همگیتون. هر سوالی بود توی تلگرام بفرمایید، من در خدمتتون هستم. خدا نگهدار همگیتون.